سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه متفاوت و عمیق بندازیم به یه پدیده جدید تو فضای دیجیتال ایران. سلام، موضوع جالبیه به نظرم. یه اینفلوئنسر هوش مصنوعی به اسم ایرا. درسته. طبق منابعی که داریم میگن اولین اینفلوئنسر AI ایرانه و خب یکی از اولینا تو دنیا هم هست. بله همینطوره. میخوایم ببینیم داستانش چیه دقیقاً، چطور کار میکنه و چرا اینقدر سر و صدا کرده. یه جورایی تلاقی تکنولوژی و خلاقیت، نه؟ دقیقاً. خب از کجا شروع کنیم؟ منابع میگن ایده اولیش مال سال 1398 هست. اون موقع یه تیم خلاق، ترکیبی از متخصصای فناوری و هنر تصمیم گرفتن یه چیزی بسازن که فراتر از یه کاراکتر گرافیکی ساده باشه. یعنی یه شخصیت دیجیتال با یه جور هویت مستقل. آها. ولی نه فقط یه عکس و تمام. میخواستن یه چیزی باشه که حس یه آدم واقعی رو بده تو فضای مجازی. آره، ولی نکته اصلی اون جهش بزرگ سال 1400 اتفاق افتاد. وقتی که با هوش مصنوعی چند لایه ارتقا پیدا کرده. این چند لایه‌ای یعنی چی دقیقاً؟ یعنی سیستم‌های مختلف AI با هم کار میکنن. ببین این فقط یه اسم قشنگ نیست، یعنی یه سیستمیه که هم زبان طبیعی رو میفهمه، هم رفتار مخاطب رو تحلیل میکنه، هم تصویر رو پردازش میکنه و هم مدل‌های تعاملی داره. یعنی مثل یه آدم واقعی میتونه تحلیل کنه، سلیقه داشته باشه. فقط یه چتبات ساده نیست، یا مثلا با چند تا دستور متنی، همون پرامپت که میگیم، ساخته شده. این اولین بار تو دنیا همچین ترکیبی از فناوری‌ها برای اینفلوئنسر مجازی استفاده شده. یعنی انگار یه تیم کامله. به جای اینکه فقط یه بیلبورد متحرک باشه، دیتای مخاطب رو میگیره، تحلیل میکنه، میفهمه چی جذابه، کدوم محصول واقعا خوبه و چطوری باید معرفیش کنه که طبیعی به نظر بیاد. جالبه. و نکته مهمتر این که میگن این فناوری بومیسازی شده. خب این خیلی مهمه، یعنی احتمالاً فقط ترجمه نیست، بحث درک ظرافت‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانه که میتونه ارتباطش رو خیلی قوی تر کنه. دقیقاً. بعد از 1400 چی شد؟ سال 1401 وارد فاز تست عمومی و شبکه‌های اجتماعی شد. و نهایتاً 1403 همکاری رسمیش رو با یه برند لباس شروع کرده، سلمون. مثل اینکه قراره با برندهای ایرانی بیشتری هم همکاری کنه. همینطوره. دقیقاً همینجا مفهوم اینفلوئنسر بودن برای یه AI معنی پیدا میکنه. ایرا یه جوری طراحی شده که بتونه با نسل‌های جدیدتر حرف بزنه. نسل وایوزی که میگن؟ آره، همونایی که با اینترنت و موبایل بزرگ شدن، با زبان و نگاه خودشون. این دیگه فقط تبلیغ نیست، یه مدل جدید تاثیرگذاری فرهنگیه یه جورایی. دقیقاً. این مفهوم شخصیت دیجیتال چند بعدی که میتونه درک و مثلا احساس داشته باشه. البته شبیه سازی احساسات دیگه. آره قطعاً شبیه سازی. منظور تجربه انسانی نیست، ولی خب تأثیرش روی مخاطب میتونه خیلی واقعی باشه. حالا سوال اینه که چرا شما به عنوان مخاطب باید اصلاً ایرا رو دنبال کنید؟ اول خب برای آشنایی با محصولات و ترندهای جدید. منطقیه. دوم چون ایرا ادعا میکنه با اون توانایی تحلیلش بهترین ها و با کیفیت ترین ها رو معرفی میکنه. آها، یعنی فقط معرفی نیست، تحلیلم پشتشه. همینطوره. سوم خوبی ها و بدی های محصولات رو میگه، اونم بر اساس تجربه و نظر بقیه. این میتونه خیلی مفید باشه. یعنی یه جور جمع‌بندی نظرات بقیه. یه همچین چیزی. و چهارم آموزش میده چطور از محصولات استفاده کنید و سعی میکنه یه فضای دوستانه بسازه که آگاهانه انتخاب کنید. برای برندها چطور؟ براشون چه مزیتی داره؟ چند تا نکته هست. اول حمایت از کالای با کیفیت ایرانی، مخصوصاً اونهایی که دوستدار محیط زیست هستن. دوم یه تصویر مدرن و پیشرو برای برند میسازه. خب این خیلی مهمه الان. بعد میتونه توی کمپین‌های مختلف تاثیرگذار باشه، چه آگاهی بخشی، چه فروش مستقیم. چهارم مخاطبای علاقمند به مد و دنیای دیجیتال رو دقیق هدف میگیره. و پنجمیش اینه که مخاطب رو واقعاً درگیر میکنه، نه فقط سرگرم. که این شاید مهمترینش باشه، اون بحث درگیری مخاطب. دقیقاً. و یه نکته جالب دیگه، محصول رو تو قالب داستان زندگی روزمره ایران معرفی میکنه. این معمولاً خیلی اثرگذارتر از تبلیغ مستقیمه. آره، این خیلی فرق داره با تبلیغ مستقیم و خشک.
خیلی میتونه تاثیرگذارتر باشه. حالت استوری تلینگ داره. و خب چون یه چیز جدیده، پتانسیل وایرال شدنش هم خیلی بالاست. دقیقاً، چون خب عنصر خلاقیت و تازگی هوش مصنوعی توش هست. یه آمار خیلی خیلی جالبم که واقعا چشمگیره. گفته نرخ تعاملش تو کمپین آزمایشی 5 برابر بیشتر از اینفلوئنسرهای انسانی بوده. حتی بعضی پستاش تا 18% هم رسیده. بله، این عدد خیلی بالاست. میانگین جهانی زیر 2% معمولاً. واقعا 18% کجا و زیر 2% کجا؟ البته خب باید اینم در نظر گرفت که شاید بخشی از این تعامل بالا به خاطر تازگی و اون کنجکاوی اولیه مخاطب باشه. درسته، یه پدیده جدیده بالاخره. دقیقاً. باید دید در بلند مدت چی میشه. تازگی قطعاً بی تأثیر نیست، ولی خب توانایی هوش مصنوعی تو تحلیل داده و بهینه‌سازی محتوا هم حتماً کمک میکنه. به هر حال الان نشون میده که فراتر از فقط دیده شدن تونسته واقعاً تأثیر بذاره. خب ایراد دقیقاً چه کارایی میتونه برای برندها انجام بده؟ خب منابع میگن کارهای مختلفی. مثلا میتونه لباسهای برند رو بپوشه، محصولات رو معرفی کنه. مثل یه مدل یعنی؟ آره، ولی بیشتر. میتونه تو ساختن ترند کمک کنه، محتوای آموزشی بسازه یا داستان برند رو به زبون نسل جدید تعریف کنه. حتی تو رویدادهای دیجیتال شرکت کنه. یعنی حضور همه جانبه داره عملاً. آره، هر جا که مخاطبش هست ایرا هم میتونه باشه. استقبال رساله‌ها و کاربرا چطور بوده؟ اونم طبق این منبع خیلی خوب بوده. گفته بیش از 30 تا رسانه معتبر مثل دیجیاتو و زومیت در موردش گزارش دادن. بهش لقب چهره آینده ساز ایران در فضای دیجیتال دادن. عجب لقبی. آره، جالبتر این که کاربرای عادی هم محتوای زیادی براش تولید کردن. لقب‌هایی مثل دختر شیک و زیبای این روزای ایران یا پلی برای سنت و مدرنیته بهش دادن. جالبه. بله، و گفته شده که میزان ریپوست و سیو و منشن کردنش تو هفته اول فعالیت رسمیش حتی از بعضی اینفلوئنسرهای انسانی معروف هم بیشتر بوده. پس واقعاً یه پدیده است. دقیقاً. بر اساس این گزارش‌ها ایرا دیگه فقط یه ابزار نیست، داره تبدیل میشه به یه برند دیجیتال مستقل که خودش رشد میکنه و یاد میگیره. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، شما الان با ایرا آشنا شدید. یه اینفلوئنسر هوش مصنوعی پیشگام ایرانی که طبق این منابعی که بررسی کردیم تکنولوژی خاصی پشتشه. رشد خیلی سریعی داشته. و مهمتر از همه، نرخ تعامل خیلی خیلی بالایی با مخاطبش برقرار کرده، مخصوصا نسل جوانتر. بله. و شاید یه سوال نهایی که جالب باشه بهش فکر کنیم اینه. این منابع دارن به ما نشون میدن که یه هوش مصنوعی مثل ایرا میتونه ارتباط عمیقی با مخاطب بگیره، شاید حتی عمیق‌تر از بعضی آدم‌ها تو فضای مجازی. خب حالا که این شخصیت‌های دیجیتال دارن روز به روز پیچیده‌تر میشن، شاید طبیعی‌تر به نظر برسن. این چه تأثیری روی آینده ارتباطات ما میذاره؟ روی مفهوم نفوذ و شاید حتی روی مرز بین دنیای واقعی و دیجیتال، نه؟ چه پیامی برای آینده برندسازی داره؟ برای مفهوم اعتماد چی؟ و اصلا برای خود ارتباط انسانی تو دنیای دیجیتال؟ وقتی چهره‌ای که به شما انگیزه میده یا روی انتخابتون تأثیر میذاره لزوماً انسان نباشه، این مرز چقدر قراره کم رنگ‌تر بشه؟ سوال مهمیه.